رازی که خیلی ها ازت پنهان میکنن. تکنیک 3S طلایی در مصاحبه استخدامی. چطور به سوال درباره خودت بگو جواب بدیم. کلید موفقیت در مصاحبه استخدامی. سلام، من نورالدین انگجی هستم، مؤلف کتاب 72 راز فروش موفق و توی این ویدیو قراره با هم یاد بگیریم که چطور به سوال درباره خودت بگو جواب بدیم. تصور کن بالاخره بعد از کلی رزومه فرستادن یه تماس استخدامی گرفتی. مصاحبه داری. نشستی روبروی مدیر منابع انسانی، اون لبخند میزنه و میگه خب درباره خودت بگو. و تو یه لحظه خشکت میزنه، نمیدونی چی بگی، من و من میکنی و بعد با خودت میگی وای خرابش کردم، چرا اینو گفتم، چرا اونو نگفتم. اگه این تجربه برات آشناست این ویدیو برای توه. بخش اول، چرا این سوال انقدر مهمه؟ سوال درباره خودت بگو یکی از رایج ترین سوالات مصاحبه شغلیه و جالبه بدونی که اکثر مدیران توی 3 دقیقه اول مصاحبه تصمیمشون رو میگیرن. یعنی در همون 3 دقیقه بایستی این مصاحبه گر رو قانع کنی. یا میخوایی تأثیر عالی بذاری یا فرصت طلایی رو از دست میدی. پس بایستی آماده باشی. بخش دوم، اشتباه مرگبار اکثر افراد در مواجهه با این سواله. اشتباه بیشتر افراد اینه که این سوال رو با داستان زندگی اشتباه میگیرن. شروع میکنن از دوران مدرسه، از دوران دانشگاه، نمیدونم اسم گربهشون چیه یا اینکه چرا دنبال کار هستن حرف میزنن. ولی واقعا مدیر منابع انسانی چی میخواد بشنوه؟ فقط 2 چیز: چه ارزشی برای شرکت داری، چه مشکلی رو میتونی براشون حل کنی. نه وقت داستان شنیدن دارن، نه وقت داستان گفتن. و اما بخش سوم و مهمترین بخش، فرمول طلایی جواب دادن به این سوال مهم چیه؟ یه فرمول ساده و قدرتمند داریم که اسمش هست فرمول 3S. این فرمول از دل هزاران مصاحبه موفق اومده. اگه اینو یاد بگیری دیگه هیچ وقت از این سوال نمیترسی. خب این خودش شامل 3 قسمته که یکی یکی بررسیش میکنه. خب اولی، موفقیت هات، ساکسس. با یه جمله قوی شروع کن: من در طی انقدر سال این کار رو انجام دادم و تخصصم در موضوع فلان هستش. مثالش هم اینه: طی 3 سال گذشته تو حوزه فروشگاه‌های زنجیره‌ای کار کردم. با بیش از 26 تا از مدیران خرید و مدیران عامل این فروشگاه‌ها ارتباط خوبی برقرار کردم، خصوصا با فروشگاه‌های هایپربی، طاحونی فرهنگیان و تونستم افزایش فروش 60% را برای شرکت قبلی هم فراهم کنم. نقطه قوتت، استرنگ. بایستی بگی چی تو رو از بقیه متمایز میکنه. نقطه قوت من اینه که من تونستم اعتماد همه این مدیران را به خودم جلب کنم. سوم و در آخر، اون چیزی که دنبالش هستی، سیچویشن. دنبال همکاری با شرکتی هستم که ارزش آفرینی توش اهمیت داره و بتونم عضوی از یک تیم با انگیزه باشم. آیا این همون چیزیه که شما دنبالش هستین؟ با همین یه سوال
نه تنها گفتگو رو هدایت میکنی، بلکه نشون میدی باهوش و آماده ای. بخش چهارم و آخرین بخش اینه که باید متن رو حفظ کنی، سناریو تو حفظ کنی. درسته 100% قراره از بهترین فرصت شغلی زندگیت استفاده کنی، پس بایستی مثل یک سخنران حرفه‌ای تمرین کنی، جمله هاتو بسازی، تکرارشون کنی و اونقدر تکرار کنی که جوابها طبیعی، مطمئن و حرفه‌ای باشه. و در نهایت جمع‌بندی اینه که جواب دادن به سوال درباره خودت بگو یه هنر بزرگه، یه فرصت برای نشون دادن ارزش واقعیته. فرمول 3S رو تمرین کن، سناریوتو آماده کن، با اعتماد به نفس وارد مصاحبه بشو. اگه این ویدیو برات مفید بود حتما لایک کن و توی کامنت ها بنویس که بزرگترین چالش مصاحبت چی بوده. آرزوی موفقیت و پیروزی برات دارم.